بعضی برادرها انتقاد کردن که بعضی سوال دهنده های رو جنگ کرمیتی دفته. از تمام اون برادرها و خواهرایی که اگر در وقت سوال دادنش من سخت رسیده باشم عذر میپرسم. الله تعالی مد که و اما سائل فلا تنهر، پرسنده رو جنگ نکن، پرسنده رو سرزنش نکن. اگر سخت رسیده باشد از همه آنهایی که پیشتر یعنی در پخش‌های مستقیم‌های گذشته اگر به سوالاتون جوابی سخت داده باشم به شما سخت رسیده باشد عذر می‌پرسم. الله تعالی واقعا امر کرده است که پرسنده را ملامت نکن، سرزنش نکن. همین بعضی برادرای هم در کامنت پرسنده ها را دعای بد بکنن، نخواهد این سوالاتی، نخواهد این چیز پرسی افته. هیچ گپی ندارد. نپرسیدن عیب است، سوال ندادن عیب است، و این خیل مجلس های اشتراک نکردن عیب است. ندانسته پرسد عیب نیست. و اما السائل فلا تنهر، پرسنده رو سرزنش نکن. یعنی ظاهری آیت متبادر به ذهن آن چیزی که مردم میفهمد، گدا را جنگ نکن، چون گدا پرسنده هست. او پرسنده مال است، این آدم پرسنده دین است.